عزیزم ما باید سطح انتظاراتمون رو بکشیم پایین. حالا اگه تا حالا این کارو نمی‌کردیم الان باید این کارو بکنیم. ببینیم ما اگه الان این لقمه رو پر می‌کردیم، این غذاها رو اینجوری دلوپی می‌کردیم تو دهنمون، خودمو دارم میگم، آره شما میز که ندارید بخورید. ببینید این الان دیگه الان باید چیکار کنیم؟ برنج رو باید خالی بخوریم. خب خورش نیست که نیست. خب برنج رو باید خالی بخوریم. ولی دیگه مشکلات باید بهش تحمل کنیم. باید باهاش کنار بیایم. آره والا. کم شد. آره میدونم. بعد موز حذف شد یا کم شد. عزیز الان اصلا میوه الان کم شده نیستش. نداریم بخوریم. خود چه لزومی داره شما اصلا میوه بخورید، موز بخورید؟ اصلا احتیاجی ها؟ حالا موز نیست که نیست. نخورید. اصلا احتیاج شما موز بخورید. حالا اصلا چه لزومی داره که شما موز بخورید؟ آخه همچین یا مثلا دوست عزیز اصلا مثلا الان چه میوه نیست، چه لزومی داره که شما میوه بخورید تو خونهاتون اصلا میوه باشه؟ نه دیگه اصلا با خودت تصور کنید دیگه. خب میوه نبود که نبود، مرغ هم که نیستش، برنجرم که دارید خالی میخورید. خب خدا رو شکر احتیاج به میوه ندارید. حالا نخورید، یه هفته نخورید، یه سال نخورید، یه قرن نخورید. این سطح انتظار از گوشت مرغ هم بیاریم پایین. حالا دوست عزیز اگه موزم هست شد که شد. خب ولی احتیاجی ندارید شما بخورید. حالا شما میخواید موز بخورید که مثلا چی بشه؟ حالا یه موز خوردید کجا رو گرفتید؟ نه دیگه با خودت تصور کنید دیگه. وا باید با مشکلات کنار بیاید. آجیل نبود که نبود. همچنین میگین آجیل، حالا مثل آجیل چه؟ حالا این چیه؟ نخورید. تو خوشمزه بادم کویه. با مشکلات کنار بیاید، قناعت کنید، نخورید. البته منظور من از قناعت اینه که با اون یارانه‌ای که الان دارم بهتون میدن کنار بیاید. بهش راضی باشید. حالا یارانه همین که الان خب حالا ببین براتون بد نیست یارانه هر استفاده کنید، کنار بیایید و صداتون در نیاد. نه با اون یارانه مثلا نمیتونید موز بخورید و آجیل بخورید، خب نخورید، اما صداتون در نیاد دیگه. مردسو بودم خیلی دارید قرار. نه دیگه دارید خیلی قر میزنید. اصلا آدم مونده که شما چقدر نمک نشناسید به خدا. اصلا آبرو نذاشتید دیگه. همش دارید از موز و آجیل و اینا هی میگید نداریم بخوره. خب نیست که نیست دیگه. غنیمت داشته باشید، راضی باشید به این چند قاز یارانه. آره باید با مشکل زندگی کنار بیاید. آره این نتیجه تحقیقات من خودی رو این کار کردم. نخورید با مونده ها نخورید. اصلا احتیاجی ندارید کنیم. ما باید یکی که سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین. چقدر بیاریم پایین؟ باشه تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینم باید کمتر کنیم.
به هر حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورش رو نخورم. یعنی باید سطح انتظار، یعنی خداوکیلی سطح انتظار از گوشت مرغ هم بیاریم پایین‌تر. بله. گوش مرغ الان 85 تومنه، بعد بیاری پایین‌تر دیگه نمیتونی حالا بخری. نرخ ندین تو رو خدا. باش. یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون، تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ نه نیست. خب مثلا میوه نیست، حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمیفته. آخه اول آجیل حذف شد دیگه باید یا همین کم شد. خب چیکار بعدم کنیم؟ گوشت قرمز حذف شد یا کم شد. الان میوه رو باید حذف کنیم. الان بعد میوه رو، بعد موز حذف شد یا کم شد. همینجوری باید با اون چیزهایی که داریم